بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام علی من لا نبی بعده و بعد. بینندگان عزیز و گرامی در هر کجایی که هستید و در این لحظات دارید برنامه خودتان، برنامه بازسازی اندیشه را مشاهده می کنید، خدمت تک تک شما بزرگواران عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. امیدوارم که از نعمت صحت و عافیت و تندرستی برخوردار بوده باشید. با برنامه دیگری از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه در محضر شما عزیزان و بزرگواران قرار داریم و به اجازه شما خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح، کارشناس برنامه که در استودیو حضور دارند، نیز عرض سلام و ادب دارم. جناب استاد فاتح، السلام علیکم، به برنامه بازسازی اندیشه خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده به خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و گرامی در هر گوشه از دنیا که هستند عرض سلام و ادب دارم و امید است که در هر جایی که بینندگان عزیز و گرامی قرار دارند در پناه الله سبحانه و تعالی قرار داشته باشند. در خدمت شما هستیم جناب استاد. سلامت باشین استاد فاتح بزرگوار. خب بینندگان عزیز و گرامی، باز هم در خدمت شما هستیم با موضوع جدید و بحث جدید. البته بحث این برنامه از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه پیرامون مطلبی است که خیلی در رسانه ها، البته نه امروز و دیروز بلکه تقریبا از چند دهه و این طرف داغ است، بحث افراط و افراطیت و افراطگرایی که امروز این مقوله از طرف دشمنان اسلام و گاهی هم از طرف مسلمانانی که اطلاع از دین ندارند یا معلومات اشتباه و وارونه از دین دارند بر برخی از مسلمان ها برچسب زده میشه و نسبت داده میشه که گویا مسلمان ها افراطی هستند، تندرو هستند، غالی هستند و غلو میکنند. بیایید در این برنامه ببینیم که افراط چیست و افراطی کیست و آیا مسلمانان افراطی هستند و یا اصلا افراط و افراطیت در جوامع اسلامی وجود دارد یا خیر. البته به این سوالات جناب استاد عبدالرحمن فاتح در این برنامه پاسخ میتند و پیرامون این مقوله روشنی خواهند انداخت. چه بهتر است جناب استاد عبدالرحمن فاتح ابتدا برنامه را از تعریف این واژه های اصلی و واژه های کلیدی که البته واژه افراط است و افراطیت است و همچنین واژه اعتدال و وسطیت و میانه روی آغاز کنیم. ابتدا میخوایم بدانیم که افراط از دیدگاه زبانشناس ها چه تعریفی داره؟ حقیقتا جناب استاد در مورد افراط همچنان که شما و تمام بینندگان عزیز میفهمند و از باب تذکر این نکته را عرض میکنیم، افراط یعنی زیاده روی، افراط قدم گذاشتن بیش از حد و تجاوز کردن از حد و حدودی که در هر موضوعی گذاشته شده باشه، حالا چی در دین باشه چی خارج از دین، مادامی که فرد قدم حقیقتا از حد بیشتر بگذاره و تجاوز بکنه از آن حد و آن میگن افراط، به این عملش میگن افراط و خود آن فرد را متهم میکنن به افراطی بودن. اما در برابر آن یا ضد آن واژه دیگر قرار داره که به نام تفریط میگن
یا کلمه است و یا لفظی است تحت عنوان تفرید. تفرید یعنی سهلنگاری، یعنی دقیقاً در برابر افراط قرار میگیره. افراط یعنی زیاده روی، تفرید به معنای سهلنگاری، بی‌توجهی، همه اینها میتونه از معانی تفرید باشه. در یک امری از امور، حالا چی امر دینی باشه چی امر دنیوی باشه، مادامی که فرد سهلنگاری میکنه، مادامی که فرد حق آن را ادا نمیکنه، به این فرد چی میگن؟ میگن که تفرید کرده، مفرطه، این فرد تفرید کرده در این باب. بله. اما در وسط این دو کلمه، یعنی کلمه افراط که همان زیاده روی است و تفرید که سهلنگاری و بی‌توجهی است، واژه دیگر قرار داره که تحت عنوان اعتدال. اعتدال که فرد را، این عمل را اعتدال میگن، فردی که ملبس به آن هست و آن معتدل میگن، و به این معنا که میانه رو هست. یعنی نه افراطی است و نه تفریطی است، نه افراط میکنه یعنی نه زیاده روی میکنه و نه سهلنگاری میکنه، بلکه به آنچه که دستور داده شده، حالا هر عملی که باشه، هر امری از امور دنیا باشه یا آخرت، وقتی به او دستور داده میشه حق آن را ادا میکنه. به این فرد میگن معتدل، و حق آن را ادا کردن دقیقاً همان اعتدال و میانه روی هست. این حقیقتاً معنای بسیار کوتاه و فشرده و توضیح کوتاه و فشرده است از معنای افراط، تفرید و اعتدال. البته از نگاه لغوی بود بیشتر، گرچه شما اشاره هم به اصطلاح داشتین، لکن چه بهتر است که باز هم به معنای اصطلاحی این واژه بیشتر بپردازین. پس جناب استاد، وقت انسان در یک، مثلا اگر مثال بتیم قلمه، وقتی در این طرف قرار میگیری زیاده روی میشه، وقتی در این گوشش قرار میگیره اینجا کوتاهی میشه، وقتی در اینجا این وسطش اختیار میکنی او را وسطیت و اعتدال میگن. وقتی من از اینجا قلم میگیرم قلم پایین میفته، از این طرف هم اگه بگیرم پایین میفته، وقتی از وسطیت بگیرم، از این میانه بگیرم، از وسط بگیرم، ثابت باقی میمونه. پس انسانی که خواه زیاده روی بکنه، خواه در امر کوتاهی بکنه، ای را میگن که انسان افراطی یا انسانی که تفرید کرده، یا افراط کرده یا تفرید. اما کسی که خط میانه را اختیار میکنن او را میگن انسان معتدل و انسان میانه رو و انسان وسطیت. چی بهتر است جناب استاد این واژه را، این سه واژه را از در اصطلاح علم شریعت هم بیان بکنین و در این رابطه هم روشنی بیاندازید؟ حقیقتا جناب استاد در قرآن کریم هر دوی اینها یا بگن هر سه اینها استفاده شده، ولی نه این که به هر حال تحت عنوان افراط و تفرید و یا اعتدال، با کلمات دیگه استفاده شده. مثلا در باب وسطیت الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم به آن اشاره کرده. در باب افراط مثلا بیشتر به آن غلو گفته میشه یا زیاده روی گفته میشه که همان افراط، حقیقتا همان افراطه در ابواب مختلفی که به هر حال در شریعت اسلامی وجود داره. و یا تفرید همان کوتاهی کردن در آیات قرآن کریم آمده و الله سبحانه و تعالی مثالهایی را برای امور مختلف و برای اعمال مختلفی که وجود داره بیان کرده که شما در این باب کوتاهی نکنید، در این باب این حدود پروردگاره. مثلا به عنوان مثال وقتی الله سبحانه و تعالی میگه تلک حدود الله، اینها میگه حدود پروردگاره، اینها حدود پروردگاره، کسی حق نداره که در باب اینها زیاده روی بکنه از حدی که پروردگار متعال و مرزی که الله متعال و خطی که الله متعال تعیین کرده، کسی حق نداره از آن قدم به جهت دیگری بگذاره، یعنی نمیتونه از آن تجاوز بکنه، از آن خطی که پروردگار گذاشته. اگر از این خط پای خود را به آن طرف گذاشت، هم افراطی میشه و هم تفریطی میشه. به این معنا که اگر در این حدی که پروردگار سبحانه و تعالی تعیین کرده اضافگی کرد، یعنی قدم تجاوز کرد از حدی که پروردگار متعال گذاشته بود، به این معنا که اضاف کرد در حدی که پروردگار گذاشته بود، به این فرد میگن افراطی یا در واقع افراط کرده، افراط انجام داده. اما اگر از حد این تجاوز کرد، به این معنا که کوتاهی کرد در این باب، کوتاهی کرد در این باب،
حقیقتا باز هم امان فرد حقیقتا عمل تفرید انجام داده و این کارش به آن میگن تفرید، چون از حد که پروردگار متعال سبحانه و تعالی تعیین کرده گذشته. در قرآن کریم ما حقیقتا داریم که الله سبحانه و تعالی امت اسلامی را به صورت کلی، یعنی به صورت کلی الله متعال به وسطیت دعوت میکنه. یعنی بله میتونین که یعنی با جرأت کامل بگین که طبق که از آیات قرآن کریم برمیآیه و از احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم ما را دعوت میکنه به وسطیت بودن، یعنی به معتدل بودن، که شما افراد معتدل باشین، اعتدال بکنین. مثلا به عنوان مثال الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه بقره که این آیه بسیار معروفه، آیه 143 سوره مبارکه بقره میگه و کذالک جعلناکم امة وسطا، ما شما را امت وسط قرار دادیم، شما را امتی قرار دادیم که شما در وسط هستید. در مسائل مختلفی الله سبحانه و تعالی دین اسلام را دین وسط قرار داده و مسلمان ها را در وسط قرار داده و مسلمان ها را معتدل قرار داده که شما معتدل باشین، چون دین وسط به اونها فرستاده، دین وسط به اونها فرستاده. بنان الله متعال چی میگه؟ و کذالک جعلناکم امة وسطا، ما شما را امت میانه و امتی که در وسط قرار دارید شما را قرار دادیم. نه شما زیاده رو هستید و نه هم متساهل، یعنی بی توجه، بلکه در وسط این دو قرار دارید، در وسط این دو قرار دارید. و خوشبختی امت اسلامی هم در اینه که امت وسطن. و حتی ما آیات در قرآن کریم داریم با انواع مختلف که الله سبحانه و تعالی از افراط ما را منع میکنه، یا احادیثی در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم داریم که به صورت مطلق ما را از این که افراط بکنیم، از این که زیاده روی بکنیم ما را منع میکنن. خب جناب استاد فاتح گرامی، خوب شد که شما به ذکر آیات و ذکر احادیث پرداختیم که ما آیات داریم و ما احادیث داریم. واقعا وقت انسان عاقل لحظه فکر بکنه و با خود بیاندیشه، وقتی ما پیرو فلان دین را نسبت میتون به غلو و افراطیت، ما باید دلیل داشته باشم، باید حجت داشته باشم، باید بر بگردم به دین ازی. وقتی من مسلمان را وقتی افراطی میگم، وقتی تندرو میگم، باید بر بگردم ببینم که اساسات دین ازی، مبادئ و اصول دینی که ای به او معتقد است و مکتب و فکری که به او باورمند هست، ایره چی هدایت میکنه، چی میگه، به ای چی دستور میده. بله. و حالا اگر ما هم خواسته باشیم دین اسلام، منهج اسلام و فکر اسلامی را به عنوان یک مکتب و یک فکر میانه رو معرفی بکنیم، مجبور هستیم، حتی خود ما یا ای که طرف مخالف مجبور است که باید بر بگرده به منبع و مصدر ای دین، که البته منبع اول دین اسلام قرآن کریم و منبع دومش تشریع اسلامی است. این دو منبع معتبرترین منابع در دین مبین اسلام است. اینال چی بهتر از جناب استاد فاتح شما به خاطر از این که اما ادعایی که کردین که دین اسلام دین وسطیت است، دین اسلام دین اعتدال است، دین اسلام دین میانه رو است و ما مسلمان ها میانه رو هستیم، این از خلال آیات قرآنی ثابت کنین تا بیننده های عزیز و مسلمان های که معلوماتشان محدود است، کم است، متیقن شوند که واقعا دین اسلام دین اعتدال است و اتهامایی که علیه مسلمان ها و دین اسلام از طرف مخالفین وارد میشه حرف هرزه و بی‌معنا و بیهوده بیش نیست. بدون شک جناب استاد این یک حرفه که یعنی واقعا امروز کسانی که این حرفا را میزنن خودشان هم میفهمند، چون دنبال این مباحث جناب استاد یک برنامه هست. ما وقتی میگیم برنامه هست، برخی ها یعنی به سر ما عصبانی میشن که شما چرا هر چی را به گردن یهود و نصارا میاندازین. عجیبه، یک روزی به هر حال من یکی از این موضوعات رو گفتم که این برنامه دشمن است، این برنامه دشمن است. یکی اومد برای من گفت که
پس اختلافاتی که در میان صحابه بوده برخی از مسائل در جنگ جمل و صفین و اینها مطرح کرد. گفت پس اینها هم آمریکا و روسیه و فلان دست داشتن. گفتم نه، اینها دست نداشتن، ولی اجداد اینها دست داشتن. عبدالله ابن سبع یک یهودی بود که در اونجا هم دست اندازی کرد، یعنی و دست اینها در اونجا هم بود. استادای از اینا و منبع فکری که چنانه که ما دین ما را، ما منهج ما را از قرآن و از سنت میگیریم، و اینهایی که امروز به نام یهود و نصارا یا غرب امروز یاد میشن، اینها هم منهجشان از عبدالله ابن سبع یهودی میگن. بدون شک جناب استاد، کسی که تاریخ اسلام را مطالعه کرده باشه و تاریخ اسلام را منصفانه ببینه، نه اینکه از روی عناد یک گوشه از تاریخ اسلام را بخونه و بعد شروع بکنه به شبهه پراکنی، واقعا با دقت تاریخ اسلام را از زمان ظهور اسلام تا به فعلا مطالعه کرده باشه و خوانده باشه، به خصوص در بعد از جنگ‌های صلیبی خوانده باشه و مطالعه کرده باشه و پروتکل هایی که در میان یهودی ها و مسیحی ها بر علیه اسلام بسته شده و حتی استعماری که انگلیس داشته که با کمک یهود چیکار کرد به کشورهای اسلامی، این موضوعات را بخونه و یا امروز را مشاهده بکنه که آمریکا و روسیه و انگلیس و فلان کشورها اینها با هم جمع شدن بر علیه مسلمان ها همراه روافض چیکار میکنن. این حقیقتا خیلی واضح میشه که دست اینها همیشه در کار بوده. در این باب که مسلمان ها را همیشه این گونه معرفی کنن، یعنی به گونه‌ای که خودشان میخوان معرفی کنن. رسانه ها به دستشان هست، رسانه های جهانی، و خیلی راحت هر چی خواسته باشن بر علیه مسلمان ها میگن، و اگر کسی خواسته باشه که بر اینها حقیقتا جواب بده، حتی جواب علمی بده، خیلی راحت اون را سر راه خود بر میدارن. این یک حقیقتی که در طول تاریخ اینها ثابت کردن که افراد تروریست هستند و خودشان افراطی هستند. به هر صورت میرین به قرآن کریم مراجعه میکنیم که قرآن کریم در این باب چی میگه. آیا واقعا دین اسلام دین است که غلو و زیاده روی و افراط را میپذیره و قبول میکنه؟ و تعبیر قرآن از افراط چیست؟ این بسیار مهمه جناب استاد که تعبیر قرآن و تعبیر اسلام از افراط چیست. به خاطر این نکته را عرض میکنم که برخی از بینندگان عزیز شاید ما را ببینن بگن که شما هم با اونها همصدا شدید، شما هم میگید افراط بده و فلان. ما میگین افراط بده، افراطی که اسلام گفته، نه افراطی که آمریکا میگه. ما قرآن کریم را بر اساس دید پیامبر و دید اسلام میخواین که اینجا آیات را توضیح بدیم، نه بر اساسی که آمریکا برای ما تعریف بکنه. ما داریم علمایی که، یعنی به هر حال علما نگیم، کسانی که خودشان را به علم امروز نسبت میدن و برای مردم ترجمه قرآن را آمریکایی میکنن. یعنی خیلی راحت بر اساس منافع و مصالحی که آمریکا داره و ایران داره و روسیه داره و فلان کشور داره برای مردم توضیح میدن، آیات قرآن را تشریح میکنن. نعوذ بالله. میرین در قرآن کریم، به خاطر که به هر حال حاشیه روی نشه، میرین به قرآن کریم یک مراجعه میکنیم. اولا ما گفتیم در سوره مبارکه بقره الله سبحانه و تعالی امت اسلامی را چی معرفی کرد؟ امت وسط. گفت و کذلک جعلناکم امة وسطا، ما شما را امت وسط قرار دادیم. حالا به تعبیر شما ما میخواین این مدعای خود را ثابت بکنین، این ادعایی که ما کردین میخواین ثابت بکنین واقعا راسته؟ آیا واقعا این گونه هست یا نیست؟ اول میپردازیم به برخی از آیاتی که الله سبحانه و تعالی در این آیات آمده امت اسلامی را از افراط منع کرده، یا احادیثی که در این باب آمده که به صورت مطلق امت اسلامی را از افراط و زیاده روی منع کردن. برخی از مسائل را هم و برخی از مثالهایی را هم و نمونه‌هایی از آیات قرآن کریم و احادیث نبوی نقل می‌کنیم که در ابواب مختلف دین اسلام دین اعتدال و دین میانه رویه، و اعتدال و میانه روی را در هر مورد الله سبحانه و تعالی برای امت اسلامی گفته متوجه باشید، نه افراط کنید نه تفرید کنید. مثلا به عنوان مثال در قرآن کریم الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه نساء آیت 171 میگه که یا اهل الكتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق. میگه ای اهل کتاب را الله متعال مخاطب قرار میده، ولی احکام قرآن کریم به صورت عامه برای امت اسلامی هم هست. برای امت اسلامی الله متعال وقتی اهل کتاب را مورد خطاب قرار میده که شما غلو نکنین، به خاطر اینکه مسلمان ها به این غلو دوچار نشن، به این زیاده روی و افراط دوچار نشن و متوجه بشن. شما میدانین که وقتی که حضرت عیسی علیه السلام به دنیا آمد، مردم در مورد حضرت عیسی به دو دسته تقسیم شدن. یک عده یهودی هایی بودند که حضرت عیسی علیه السلام را نعوذ بالله ولد الزنا خواندند، گفتن این فرزند زنا هست.
چون گفتن بدون پدر به دنیا آمده، پس بناهن ولد الزنا، نعوذ بالله. در برابر اینها مسیحی ها قرار گرفتند که گفتن نه، عیسی فرزند خداست، نعوذ بالله، و الله پدرش هست، که اگر ان شاء الله یک فرصتی شد ما این موضوعات را باز بالای آن صحبت میکنیم به صورت تفصیل. خب دین اسلام آمد گفت که الله متعال چی گفت؟ لا تغلوا فی دینکم، ای اهل کتاب در دین خود شما غلو و زیاده روی نکنید، افراط نکنید. عیسی علیه السلام نعوذ بالله نه ولد الزناست و نه هم فرزند خداست، بلکه پیامبر خداست، پیامبر خداست و پاک است و الله سبحانه و تعالی آن را با یک کلمه به وجود آورد، کلمه کن فیکون شد. پس بناهن دین اسلام در این باب آمد میان روی را یا اعتدال را الله متعال سبحانه و تعالی در باب حضرت عیسی علیه السلام مطرح کرد که نه مثل یهود باشین نه مثل نصرانی ها باشین پیرامون حضرت عیسی علیه السلام. بناهن الله متعال چی میگه؟ یا اهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق. در مورد الله سبحانه و تعالی جز حق چیز دیگری نگویید، زیاده روی نکنید، نگید که نعوذ بالله عیسی علیه السلام فرزند خداست. در جای دیگه الله متعال در سوره مبارکه مائده شبیه این را میگه، آیت 77، قل یا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الله سبحانه و تعالی میگه ای پیامبر برای این اهل کتاب بگو، ای اهل کتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، بنا حق به دین خود، با آن دینی که دارید غلو و زیاده روی نکنید، افراط نکنید و به حضرت عیسی علیه السلام نسبت ندید که نعوذ بالله فرزند خداست. ولا تتبع اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. و از این مردمی که از هوا و خواهشات نفسانی خود پیروی میکنند و گمراه شدن و گمراه کردند و از راه مستقیم اینها به گمراهی رفتن و کج راه رفتن، از اینها پیروی نکنید. این سوره مائده آیت 77. رسول الله علیه السلام در حدیثی میفرمایند، در حدیثی که امام مسلم رحمه الله روایت میکنه، حدیث 2670، میگه که رسول الله علیه السلام 3 بار مکررن فرمودند که هلک المتنطعون، هلک المتنطعون، هلک المتنطعون، یعنی هلاک باد انسان هایی که افراط میکنن، افراطگرها را پیامبر صلی الله علیه و سلم دعای بد میکنن، نفرین میکنن. هلک المتنطعون یعنی نفرینه، هلاکت باد بر اینها، مرگ باد بر اینها، بر اینها. و چه کسانی هستند؟ المتنطعون، کسانی که چیکار میکنن؟ افراط میکنن، کسانی که زیاده روی میکنن، در دین آن چی که نیست اضافه میکنن، چیزی که در دین دستور داده نشده با آن را روان هستند. اینها را پیامبر علیه السلام چی کردن؟ لعنت کردن. ما جناب استاد در ابواب مختلفی و در مسائل مختلفی در قرآن کریم و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم داریم که قرآن کریم آمده راه وسط را برای مسلمان ها معرفی کرده. اولا گفتیم که اصل اسلام بر وسطیت گذاشته شده. این نکته را بینندگان عزیز فراموش نکنند. این نمونه هایی که ما نقل میکنیم از آیات قرآن کریم، اینها حقیقتا مش نمونه خروار هست. خب استاد فاتح گرامی، خوب است که شما به آیات اشاره میکنین، اما چه بهتر است که به خاطر از اینکه بیشتر واضح شوه، بیشتر روشن شوه، مثلا مثال های بزنید. وقتی امروز فرد را ما میگیم که تو باید 5 وقت نماز به جماعت ادا کنی، 5 وقت نماز به جماعت کنی. بله. خواهر ما رو میگیم که تو باید حجابت رعایت بکنی. آیا این برخی ها را میگن که این افراط است، این زیاده روی است؟ خداوند گفته یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. دیگه آیا مثلا به طور مثال بحث نماز مطرح کردیم یا بحث حجاب مطرح کردیم یا شاید بحث زکات هم مطرح شد، وقتی دین ما دستور میده که 5 وقت نماز باید فرد مسلمان در جماعت ادا کنه، برخی میگن تندروی است، این عین افراطیت است. چی مشکل است؟ خب حد وسط رعایت کنیم، میشه که 1-2 وقتش در خانه بخوانیم، 1-2 وقتش 3 وقتش در جماعت بخوانیم. چی اشکال داره؟ اگر در وقتش نخوانیم چی اشکال داره؟ ما حقیقتا جناب استاد اگر یادتان باشه در برنامه‌های گذشته هم به این نکته اشاره کردیم که ما اگر خواسته باشیم یعنی این مسائل را افراط بگین، در کل باید دین اسلام را دین افراط بگین. یعنی اگر یک فرد مسلمان بیای اعتراض بکنه، جای برای اعتراض نداره. یک فرد مسلمان اگر این اعتراض بکنه، ولی اگر یک فرد غیر مسلمان اعتراض بکنه که این افراط، ما میگیم نه این افراط نیست، بلکه این عمل به دین ماست. همچنان که تو به قانون کشورت پایبندی، ما هم به قانون اسلام پایبندیم.
این نماز خواندن ما بر ما ضرر نمیرسانه و بلکه ما با دل و جان به مسجد میریم. با دل و جان یک زن مسلمان حجاب میگیره و همان کلمه‌ای که در برنامه گذشته هم چند بار تکرار کردم، شما چرا کاسه دختر از آش میشین؟ بابا جان یک زن مسلمان میخواد حجاب بگیره. من مسلمان افتخار میکنم که 5 وقت نمازم رو برم به مسجد بخوانم. این را برای خود نه جبر میدانم، نه برای خودم سخت میدانم، خیلی هم راحت، با دل راحت، با خیلی آرامش، خیلی هم افتخار میکنم به این کارم و دیگه بقیه مسلمان ها هم این گونه هستن جناب استاد. این را یعنی حقیقتا جناب استاد فاتح گرامی بود که یعنی وقت ما میگیم 5 وقت نماز در مسجد باید ادا شود، دین ما دستور میده. بله. عین وسطیت است. بله. وقتی اگر بگیم کسی افراط میکنه، یا کسی مثلا 7 بار نماز در روز برای خودش فرض میکنه، این افراط است. این افراط. اما اگر بیاییم در مقابل هم بگیم که نه، من 5 وقت نماز به جماعت ادا نمیکنم، 5 وقت نماز در خانه میخوانم یا به تأخیر میخوانم، این تفریط است. حقیقتا در قرآن کریم مثال‌های از این زیاده که الله متعال سبحانه و تعالی از همچون روش ما را منع میکنه. با عنوان مثال، مثلا اجازه بدین که من چند نمونه نقل بکنم. مثلا در باب صدقه دادن، برخی از مردم هستن تمام آن چی که داره میده و چیزی برای خود نگه نمیداره، و سرانجام چی میشه؟ سرانجام مبتلا میشه به این که بره گدایی بکنه و دست دراز بکنه به طرف مردم. از جهت دیگر یک نفر دیگه اصلا هیچی نمیده در راه خدا، نه برای خانواده خود خرج میکنه، نه چون وقتی ما مسئله انفاق میگیم حتی به خانواده هم میشه، نه برای خانواده خود میده، نه به بیرون برای فقیر و برای مسکینی میده، نه زکاتی میده، هیچی نمیده. هر دو اینها را الله متعال ذم میکنه، هر دو اینها را الله متعال سبحانه و تعالی بد میخوانه. به عنوان مثال در آیت 29 سوره اسراء الله متعال چی میگه؟ ولا تجعل یدک مغلولة الی عنقک، دست خود را محکم به گردن خود نانداز. یعنی به این معنا که این رقم نباشه که دست تو محکم گرفته باشه و اصلا دست باز نداشته باشی، برای کسی چیزی ندی. ولا تبسطها کل البسط، این رقم نباشه که باز همیت تماما دیگه در اردو دست دراز که هر چی داری بدی. یک تشبیه فتقعد ملوما محسورا، اگر این کار بکنی باز مجبوری که همین رقم بشینی و خلاص حسرت بخوری، چیزی نداری دیگه. حالا هر چی که مثلا الله متعال برای تو 10 افغانی یا 10 ریال داده، به عنوان مثال الله به تو این پول را داده، 10 داده، حالا 10 ریال 10 افغانی هر چی که بگین، اگر این 10 را بدی باز مجبوری بری دست دراز بکنی یک نان برای خود بگیری، 1 ریال 1 افغانی مثلا، به عنوان مثال میکنم، نمیگم که حتما 1 ریال قیمتش است، به عنوان مثال، چون میگن در مثل مناقشه نیست، در مثال مناقشه نیست، باز مجبوری بری دست به طرف کسی دیگه دراز بکنی، شکم خود را سیر بکنی. خب چرا این کار میکنی؟ به حدی که توان داری بدی در راه خدا، به حدی که توان داری بدی در راه خدا، نه بیشتر از آن. و به هر حال در قرآن کریم این عین وسطیت است، تشبیه زیبایی است. حتی جناب استاد در بحث وقت ای آیه را ذکر کردین ولا تجعل یدک مغلولة الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. بله. یکی از استادا بسیار یعنی تشبیه جالبی داد، گفت وقتی طفل گفت نمیخواد چیز بده اینجوری نمیدم، وقتی اگر میخواد بده 2 دسته تقدیم میکنه میگه بگیر. بله بسیار تشبیه جالبیه. بعد در آیت بعدی در سوره مبارکه فرقان آیت 67 الله متعال میگه والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، میگه کسانی که در راه خدا انفاق میکنن یا انفاق برای خانواده خود حتی میکنن، لم یسرفوا ولم یقتروا، نه اسراف میکنن نه تساهل میکنن، کم دادگی میکنن، بلکه آنچه که با آنها گفته شده همان مقدار را میدن. یعنی این فرد مسلمان بله این فرد مسلمانه، نه اسراف میکنه و نه هم کلا دست خودش را نگه میداره. و کان بین ذلک قواما، این اعتدال. بله میان این هاست، نه اسراف میکنه و نه هم دست نگه میداره، بلکه به آن اندازه‌ای که توان داره، مثل که آیه گذشته گفت الله متعال که این رقم نباشه که بدی و بعداً بشینی باز حسرت بخوری که والله کاش نمیدادم، این خو خیلی بده، کاش نمیدادم، حالا از گرسنگی اینجا چیکار بکنم، خانواده من چیکار بکنه، همه چیز رو دادم. نه، به اندازه‌ای که توان داری، به اندازه‌ای که توان داری اعتدال را. حتی در این باب صدقه بسیار کار خوبیه جناب استاد، صدقه کار خوبیه، ولی الله سبحانه و تعالی نمیخواد که انسان حتی در این باب افراط بکنه. سبحان الله. در این باب نمیتونه انسان افراط بکنه. این دین اسلام، وسطیت دین اسلام و معنای حقیقتا تفصیلی اجمال آیه قرآن هست که الله متعال چی میگه؟ و کذالک جعلناکم امة وسطا،
یا مثلا الله متعال در باب ذکر و یاد خود چی میگه؟ واذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفة و دون الجهر. الله سبحانه و تعالی میگه الله خودت را یاد کن در نفس خود با تضرع و آیستگی و اندازه‌ای که به بالایی صدای تو نرسه، خیلی صدای تو بالا نره، یعنی به اندازه افراط نرسه صدای تو. یعنی پروردگارت میشنوه. بله پروردگارت میشنوه، نه به این اندازه باشه که برخی ها خلاص میگه که زبان خود اصلا تکان نمیده، میگه به هر حال در دلم میخونم. نه این گونه باشه و نه همین گونه باشه که به هر حال صدا بلند بکنه و که همه مردم از دست اذیت بشن، گوشا خود هم کر بشه، مردم را هم کر بکنه. این گونه نباشه. الله متعال میگه شما در میان اینها باشید، در میان اینها باشید و دون الجهر. این هم حد توسط الله متعال سبحانه و تعالی در اینجا بیان میکنه. سوره اعراف آیت 205. در جای دیگه الله متعال چی میگه؟ در سوره اسراء آیت 110 میگه ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلك سبیلا. الله متعال میگه پیامبر در نماز خود صدای خودت را بلند نکن و خیلی هم پایین نکن. وابتغ بین ذلك سبیلا، در میان اینها راهی را انتخاب بکن، یعنی نه خیلی بلند باشه نه خیلی پایین باشه. حتی در این باب جناب استاد این خیلی مهمه که حتی در باب ذکر انسان حق نداره که، در باب یاد الله حق نداره که افراط بکنه، زیاده روی بکنه. یا به عنوان مثال جناب استاد یک حدیثی خوبه که نقل بکنیم، این حدیث خیلی مهمه در باب عبادات، در باب ازدواج، در مسائل مختلفی که هست. حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه نقل میکنه، این حدیث در صحیح بخاریه در حدیث 5063. حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه نقل میکنه، میگه 3 نفر از اصحاب پیامبر علیه السلام آمدن در نزد ازواج مطهرات و سوال کردند که پیامبر علیه السلام چگونه عبادت میکنن، عبادت رسول الله علیه السلام چگونه هست. میگه بعد از این که ازواج مطهرات بر اینها گفتن که پیامبر علیه السلام این گونه نماز میخوانن، این گونه عبادت میکنن، این گونه ذکر الله میگن، این گونه روزه میگیرن، این گونه زکات میدن و آنچه که مسائل مخفیانه که داخل خانه رسول الله بوده، سری که در خانه رسول الله علیه السلام از عبادات پیامبر بوده که در خارج از خانه نبوده، اینها را گفتن. برای از اینها در حدیث آمده که کأنهم تقالوها، گویا این را کم شمردن. این صحابه گفتن والله این خوب عبادت بسیار کمیه. بعد گفتن این نحن من النبی صلی الله علیه و سلم، ما کجا و پیامبر کجا؟ پیامبر دیگه، پیامبر الله متعال گناهان ما قبل و ما بعد قد غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، الله گناهان ما قبل و ما بعدش را بخشیده. ما کجا و پیامبر کجا؟ اگر رسول الله علیه السلام این گونه عبادت میکنن خب چون اونها رسول الله هستن، ولی ما نباید این گونه باشیم. ما باید عبادت ما بیشتر از این باشه، عبادت ما باید خیلی بالاتر از این باشه. میگه که در ادامه روایت میاد که یکی از اینها گفت اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، گفت که من تا وقتی زنده باشم تمام شب را از اول تا آخر نماز میخوانم. خب رسول الله علیه السلام یک گوشه از شب نماز میخواندن، بقیه میخوابیدن. این نفر میگه که چون رسول الله علیه السلام گناهان ما قبل و ما بعدشان را الله بخشیده به تصریح به صراحت قرآن کریم، پس بناهن چه کار میشه؟ من خب گناهان من بخشیده نشده، پس من کل شب عبادت میکنم از اول شب تا آخر شب. و قال آخر، یکی دیگه چی گفت؟ انا اصوم الدهر ولا افطر، این گفت که من کل سال روزه میگیرم و هیچ وقتی من دیگه افطار نمیکنم، یعنی هیچ وقتی نمیخورم، تمام سال روزه میگیرم. نفر سوم چی گفت؟ انا اعتزل النساء، گفت که من از زنها دوری میکنم. فلا اتزوج ابدا، ازدواج نمیکنم، اصلا هیچ وقت ازدواج نمیکنم. میگه که این خبر به رسول الله علیه السلام رسید. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی به خانه آمدن، ازواج مطهرات گفتن یا رسول الله 3 تا از صحابه شما آمدن، یکی این سوال کرد، یکی این سوال کرد، این سوالات پرسیدن، بعد یکی این گونه گفت، یکی این گونه گفت، یکی این گونه گفت. رسول الله علیه السلام چی گفتن؟ در برخی از روایات آمده که پیامبر علیه السلام روی منبر رفتند و خطبه خواندن برای مردم، گفتن انتم الذین قلتم کذا و کذا، شما بودید که اینو اینو گفتید. بعضی از شما آمدن و این حرفا را زدن، یکی گفته من اصلا با زنها ازدواج نمیکنم، یکی گفته که من کل شب بیدار میمانم نماز میخوانم، یکی گفته کل سال من روزه میگیرم. پیامبر علیه السلام گفتن اما والله لاخشاکم بالله لاخشاکم لله، با والله قسم من از شما بیشتر از الله میترسم، ترس من و تقوای من از شما بیشتره. و اتقاکم له، بیشتر از الله متعال میترسم. لکنی اصوم و افطر و اصلی و ارقد،
پیامبر علیه السلام گفتن من از الله بیشتر از شما میترسم، روزه میگیرم، روزه میخورم، روزه میگیرم، روزه میخورم، هر وقت دلم شد روزه میگیرم، هر وقت دلم شد روزه را میخورم و نماز میخوانم و میخوابم و اتزوج النساء و با زنها ازدواج میکنم. شما خب از من بهتر نیستید، از من از الله بیشتر نمیترسید، از من از الله متعال تقوای شما بیشتر نیست. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. پیامبر فرمودن هر کس از سنت من سرپیچی کنه از من نیست. این رو در این باب پیامبر علیه السلام گفتن و این حدیث گفتیم در کجا نقل شده؟ در کتاب صحیح بخاری، صحیح ترین کتاب بعد از قرآن کریم. حالا جناب استاد از این حدیث و از این روایت ما چی برداشت میکنیم؟ که حتی در این باب عبادات هم فرد حق نداره که افراط بکنه. با آن گونه ای که در دین آمده و آن گونه ای که رسول الله علیه السلام برای ما نقل کردن، ما مجبوریم آن گونه عمل بکنیم و آن گونه دین خود را بفهمیم، نه آنکه هر چی که دل ما میخواهه به هر حال. یعنی دین ما به اصطلاح جناب استاد فاتح دین واکنشی نیست، دین عکس العملی نیست. بله. که فلان ما را متهم به این میکنه پس ما باید به خاطر از اینکه با او همخوانی داشته باشیم و با او در توافق باشیم و خواهشات و نظرات از او در نظر بگیریم، ما بیاییم در دین ما تنازل کنیم یا در برخی جاها زیاده روی کنیم تا ای که به گفت فلان نفر یا موافق با رأی فلان نفری که ما را نقد کرده قرار بگیریم. نه ابدا. چیزی که ما را قرآن دستور میده، چیزی که ما را احادیث نبوی سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور میده، عمل به عین دستورات الله جل جلاله و به عین دستورات پیامبر صلی الله علیه و سلم عین وسطیت و عین اعتدال است و دور از افراط و دور از تفریط است. بدون شک. با عنوان مثال جناب استاد مثال دیگر اجازه بدین که در این باب نقل بکنم. با عنوان مثال امروزه در باب رسول الله علیه السلام الله متعال برای پیامبر علیه السلام میگه که پیامبر را احترام بکنین. پیامبر حتی الله متعال عجیب اینه که در قرآن کریم در هیچ جای با نام پیامبر صدا نکرده. دیگه انبیا علیهم السلام را الله متعال با نامشان صدا کرده ولی پیامبر علیه السلام را با نامشان صدا نکرده. هر جا آمده یا ایها الرسول آمده یا ایها النبی آمده و امثال اینها. نمیگم که نام رسول الله در قرآن نیست، در 4 جای قرآن آمده. بله، در 4 جای قرآن کریم، در سوره آل عمران، در سوره احزاب، در سوره فتح و در سوره محمد، در 4 جا الله سبحانه و تعالی نقل کرده. ولی منظورم اینه که پیامبر با نامشون صدا نکرده. نگفته یا محمد، مثل گفته یا موسی یا عیسی یا ابراهیم یا آدم یا انبیا علیهم السلام با نامهای آنها صدا کرده. رسول الله علیه السلام نکرد و این نشانگر اینه که الله سبحانه و تعالی تعظیم و بزرگواری پیامبر علیه السلام در ذهن امتشان جایگزین میکنه که امتشان باید احترامشان را داشته باشن و عزیروه و توقیروه. پیامبر تعظیم پیامبر صلی الله علیه و سلم نصرت بکنید. یا در یکی از آیات قرآن کریم میاد که الله متعال میگه ما از انبیا علیهم السلام عهد گرفتیم که شما باید پیامبری که میایه او را نصرت بکنید، او را عزت بکنید. و برای امت رسول الله علیه السلام هم در آیات فراوانی الله متعال احترام رسول الله علیه السلام لازم میدانه. اما با آن هم ما حق نداریم حتی در شخص رسول الله علیه السلام با این همه جایگاهی که دارن افراط بکنیم. یعنی حق ندارین از حدی که قرآن کریم تعیین کرده و از حدی که خودش پیامبر صلی الله علیه و سلم تعیین کردن ما از آن تجاوز بکنیم. یعنی محمد صلی الله علیه و سلم وقتی خداوند میگه که پیامبر و فرستاده یا بنده خداست فقط در این حد. بله، در این حد ما احترام رسول الله علیه السلام همه آنچه روی چشم، ولی حق نداریم که به عنوان مثال پیامبر علیه السلام نعوذ بالله بیاییم در مقام الله بنشانیم یا صفات الله را بدهیم برای رسول الله صلی الله علیه و سلم. مثلا بگین پیامبر علیه السلام علم غیب داره، پیامبر علیه السلام در هر جا حاضر و ناظر، ما میبینن پیامبر فلان و اینو آنچه که در قرآن کریم نیامده و احادیث پیامبر نیامده و آنچه که صفات خاص برای الله متعال سبحانه و تعالی داده شده ما حق نداریم به رسول الله علیه السلام بگیم. و این قول خود پیامبر علیه السلام. حدیثی که امام بخاری روایت میکنه، حدیث 3445 میگه که رسول الله علیه السلام فرمودن لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم. شما افراط نکنید در من پیامبر چنانچه که نصرانی ها در حق عیسی افراط کردند. شما حق ندارید که بیش از حد من را آنچه که نیستم و آنچه که صفاتی که به الله به من نسبت بدید، نعوذ بالله. فانما انا عبده، من بنده الله هستم. فقولوا عبد الله و رسوله، بگید که من بنده الله هستم و فرستاده الله هستم. این نهایت
این موضوع را نشان میده که جناب استاد ما در هیچ بابی حق نداریم که افراط بکنیم. حتی در شخص رسول الله علیه و سلام حق نداریم که افراط بکنیم و از حد بگذریم. اگر اجازه بدین اینجا با ذکر تعظیم و توقیر رسول الله صلی الله علیه و سلم این نکته هم یادآور شدم استاد که برخی ها امروز میگن ما به پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار احترام داریم و بسیار محبت داریم و نهایت محبت و دوستی ما را به پیامبر ابراز می‌داریم. این فقط در زبان تکرار کردن که ما محبت داریم، مدح پیامبر کردن، این توقیر و تعظیم است، یعنی که توقیر و تعظیم همانا اتباع و پیروی از دستورات پیامبر است. بدون شک اولا جناب استاد یک نکته را مقدمه باز کنیم، این که محبت رسول الله علیه و سلم بر هر مسلمان واجبه، در این شک وجود نداره. آیات قرآن کریم و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم در این مورد فراوانه. اما این نکته ای که شما عرض کردید، فردی بیای ادعای محبت بکنه و بعد بیای خلاف دستور پیامبر علیه السلام کاری انجام بده، این واقعا یک انسان دروغگو هست، یک انسانی که در ادعای خود راست نمیگه. الله سبحانه و تعالی در آیت 31 سوره مبارکه آل عمران چی میگه؟ میگه که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. برای پیامبر چی میگه؟ پیامبر برای از این مردمی که ادعا میکنن که ما الله رو دوست داریم، برای از اینا بگو که فاتبعونی، من پیامبر اطاعت کنید، یحببکم الله، الله شما را دوست می‌داره. و بعد الله سبحانه و تعالی برخی از خوبی های دیگر به نفع این مردم نقل میکنه. در این آیات قرآن کریم الله اینها را میبخشه، گناهانشان را کفاره میکنه، عفو میکنه. چه زمانی مادامی که اینها در ادعای محبت خود راستگو باشن. چه زمانی راستگو میشن؟ زمانی که اتباع رسول الله بکنن، یعنی پیروی پیامبر علیه السلام را بکنن. با شعار خوب کاری نمیشه، پس بارسترین هیچ کاری را نمیسازه. نشانه و علامه دوستی با پیامبر صلی الله علیه و سلم، محبت با رسول الله صلی الله علیه و سلم، عمل به دستورات الله و سنت رسول الله. بدون شک جناب خیلی خلاصه و چون امروز برخی تعجب میکنن که از دین چی ساختن و از محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم چی ساختن. بله. وقتی واقعا محبت داری، عمل کو به دستورات پیامبر صلی الله علیه و سلم. چیزی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر دستور داده به او عمل کو، و چیزی را که تو را از کردن او، از عمل به او منع کردن، امتناع بورز. تمام. و جناب استاد ابواب دیگه هم، مسائل های دیگری هم در این باب هست که حقیقتا نشانگر اینه که اسلام یا منهج اهل سنت و جماعت منهج افراط نیست، منهج تفرید هم نیست، بلکه منهج اعتدال و وسطیت. به عنوان مثال در باب تکفیر اشاره میکنیم که اگر ان شاء الله فرصت بشه. جناب استاد باب تکفیر باز کردیم، ما مجبور هستیم باز به این باب هم بپردازیم. چه بهتر است که این مبحث چون یک مبحث خیلی گسترده و وسیع است، این در یک برنامه ان شاء الله جداگانه باز روش بحث بکنیم. ان شاء الله فقط بسیار کوتاه اگر اجازه بدین در این باب یک کوتاه اشاره میکنم، اشاره کوتاه. منهج اهل اسلام و منهج قرآن کریم و منهج سنت نبوی صلی الله علیه و سلم که همانا فرقه ناجیه اهل سنت و جماعت هستند، اینها نه منهج خوارج را قبول دارند. خوارج اینها گروهی هستند که به کوچکترین گناهی فرد را از دین، از دایره اسلام میکشند و او را کافر میگن، تکفیر میکنند و او را مخلد فی النار میدانند. و نه هم مثل معتزله هستند که او را مخلد در نار بدانند یا منزله بین منزلتین معتقد باشند. و نه هم مثل مرجئه هستند. مرجئه اینها کسانی هستند که مرجئه‌ای که امروز با لباس روشنفکران دینی به خصوص اینها باز بیشتر عرض اندام کردند که کافر نگین، کفر نگین، بگینی به هر حال یک نظره یا قرائت او از دینه. بله، قرائات مختلفی از دین امروز وقتی مطرح میشه. جناب استاد من یک روزی با یک ملحده بحث داشتم. ملحده بود، می آمد قرآن کریم را توهین میکرد، اسلام را توهین میکرد، کعبه را بتخانه میدانست، کعبه را بتخانه میدانست از روی فهم و اصرار میکرد در این حرف خود. وقتی من گفتم این کفره، یکی از این روشنفکرها آمد مرا متهم کرد به افراطی بودن. تو افراط میکنی، چرا افراط میکنم؟ تو چرا میگی کفر؟ چرا میگی کافر؟ بابا جان، این نفر به قرآن کریم توهین میکنه، به سنت پیامبر که هیچ اصلا او قرآن قبول نداره، قرآن را بدگویی میکنه، کعبه را بتخانه میدانه، به اسلام توهین میکنه، به پیامبر علیه السلام بدگویی میکنه، حرفایی که اصلا به دهان یک فرد عاقل نمیآیه برای پیامبر علیه السلام میگه. تو آن وقت میای از این دفاع میکنی. نه، میگه من دفاع نمیکنم، نگو به این کافر،
به این کافر نگو و اگر کفر نگو. گفتی پس میگه برداشت خاص خودت از دین است. بله دین ما حقیقتا را به این جناب دستور استاد، ندادن. حقیقتا این همان روش مرجعه هست. همچنان که شما گفتین اگر ان شاء الله چون باز یک فرصت ما این بیشتر را به صورت بله. تفصیل باز میکنیم بله. در باب تکفیر که حقیقتا بله. کفر چیست، تکفیر چیست، این موضوعات ان شاء این الله موضوع مطرح خودش میشه. به یک گفتم به یک برنامه جداگانه نیاز است و اگر ان شاء الله فرصت میسر شد میشه که در برنامه بعدی ما پیرامون این مبحث بررسی بکنیم، این مبحث مورد بررسی قرار بدیم. اما اگر در دقایق استاد اجازه شما و اجازه بیننده های عزیز و گرامی باشه، یک میان برنامه را با هم میبینیم و ان شاء الله بحثمان را پس از این میان برنامه دنبال میکنیم. با ما باشید. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني شذاها الحب والود يفوح هدى بإيماني. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني. كتاب الله يجمعنا وهدي نبيه الغالي وتوحيد لأمتنا بحب الصحب والآل. من القلب. الحمد لله ما دام الوجود له حمدا يبلغنا منه الرضا أبدا. ثم الصلاة على المختار سيدنا وآله الكرماء وصحبه الزهداء. الحمد لله ما دام الوجود له حمدا يبلغنا منه الرضا أبدا. ثم الصلاة على المختار سيدنا وآله الكرماء وصحبه الزهداء. اگر این گونه است که دلهاتون منور شده به نور ایمان، مزین شده، در وجودتون احساس میکنید محبت، علاقه به دین، محبت الله دارید، در لابلای همه فتنه ها، مشکلات و موانع گوناگون با عشق و علاقه دارید گام برمیدارید، موانع رو پشت سر هم میگذارید و از کفر و فتنه ها بیزارید، بدانید که به زور بازو نیست، به زور بازوی انسان نیست. اگر پشت سر این محبت ایمان و این علاقمندی به دین و این تلاش و همت و این بیزاری از کفر، اگر پشت سر همه اینها فضل پروردگار و منت الله جل شأنه نبود، شما نمیتونستید قدمی رو بردارید در صراط مستقیم. سيدنا وآله الكرماء وصحبه الزهداء. أنت الكريم وقد وجهت يا صمد إلى عطائك وجها سئلا ويدا، وللرجاء ثواب أنت تعلم، فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. وقد مددت يدي بالذل مشتاكيا إليك يا خير من مدت إليه يدا. چون صراط مستقیم بر سر اون دو طرف این صراط مستقیم و راه خدا و راه بهشت، دو طرف اون چنان شیاطین انس و جن و در رأس اون ابلیس کمین گرفته‌اند، با تمام قوا و نیرو تلاش میکنن که مؤمن رو به در بکشونن، به انحراف بکشونن، گمراه بکنن، با وسوسه های گوناگون، با زرق و برق ها، با فتنه ها، با دعوت ها، با موانعی که ایجاد میکنن، به طرق مختلف با تمام نیرو اومدن که ایمان رو از تون بگیرن، شما رو گمراه بکنن، بدبخت و بیچاره بکنن. اما فضل خدا و توفیق خدا و نعمت پروردگار و منت الله هست بر شما اگر مؤمنی
اگر راه ایمان رو ادامه میدهید، اگر با لذت و حلاوت بندگی میکنید، اگر از کفر و فتنه و کافرگویان و دهنکجان بیزارید، متنفرید، گریزانید، اینا همه به خدا نسبت بدید. در توان شما نیست. فضلا من الله، این فضل پروردگار است، این نعمت الله جل شأنه که خداوند بهتون بخشیده به شما مؤمنین. پس خدا رو شکر بکنیم. اینه که در برابر هر بندگی حمد خدا بکنیم، در برابر هر توفیقی، هر نعمت معنوی که بالاخص داریم شکر خدا بکنیم و بزرگترین نعمت رو همین نعمت توفیق بندگی رو بدونیم و همیشه دلهامون، دستهامون، وجودمون به سوی الله جل شأنه باشد، از او بطلبیم، درخواست بکنیم. تعجز عن إصلاح ما فسد، الحمد لله ما دام الوجود له، حمدا يبلغنا منه الرضا من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود يفوح هدى بإيماني. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني. كتاب الله يجمعنا وهدي نبيه الغالي، وتوحيد لأمتنا بحب الصحب والآل. من القلب نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا. و از آنچه به آن علم نداری پیروی نکن، بیگمان گوش و چشم و دل همه بازخواست خواهند شد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. رساله حق، اسلام ناب به دور از خرافات.
خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره خدمت شما هستیم با ادامه این برنامه از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه که بحثمون پیرامون افراط و افراطیت است، یا اینکه افراط چیست و افراطی کیست. و در این لحظات از همکار عزیزم در اتاق کنترل خواهش میکنم که تلفن‌های برنامه را زیرنویس کنند تا بیننده های عزیز و گرامی که میخوان پیرامون این مبحث صحبت کنن صحبت هایشون داشته باشیم و همچنین سوالات و نظراتشون را. جناب استاد عبدالرحمن فاتح قبل از میان برنامه داشتند در ارتباط و تعریف مقوله افراط، تفریط و همچنین اعتدال یا میانه روی از نگاه زبانشناسان، از دیدگاه زبانشناسان و همچنین در اصطلاح علما صحبت کردن و همچنین در ارتباط و افراط و تفریط در پرتو آیات قرآنی و برخی احادیث نبوی صحبت‌های همه جانبه داشتند. و حالا میخوایم از جناب استاد عبدالرحمن فاتح این سوال هم بکنیم که جناب استاد فاتح امروز برخی ها چون البته همه اطلاعاتشان از دین، از قرآن و از سنت گسترده نیست، کامل نیست، احیانا دچار شک و تردید میشن وقتی یک کسی به ایشان صفت افراط یا افراطیت را نسبت میده. میخوایم بدانیم که بیننده که معلومات نداره میخواد که افراط بشناسه و همچنین افراطی کیست او را بشناسه. چی نشانه های میتونین شما از افراط و افراطگرایی را کنین؟ اما اگر اجازه بدین، چون ما در برنامه گذاشتم وقتی خواستم که سوال خدمتتان مطرح کنم دوستا اشاره کردن که تلفن ها بیننده ها پشت خط هستن. باز هم مثل برنامه گذشته بیننده‌ای داریم، اما این سوال موکول میکنیم به انشاءالله دقایق بعدی برنامه. بفرمایید بیننده گرامی. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. سوال داشتیم. بفرمایید. از استاد فاتحی. استاد عبدالرحمن فاتح در خدمت شما هستند. بفرمایید شما سوالتان بکنین بیننده گرامی. انشالله که البته بیننده گرامی متوجه باشین که من در هر برنامه تاکید میکنم که سوالتان پیرامون موضوع برنامه باشه، مربوط به موضوع برنامه باشه، خارج از موضوع برنامه نباشه. بفرمایید. بله، نه خارج است نه چنان. از سوال ما که در باب تبعیت به رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده استاد، همین ماه ربیع الاول است در مملکت تاجیکستان، ماه گویم جشن مولود در یک کم در این بابت به ما اطلاع بده که اشتراک کردن در اینجا، صحبت کردن در سیرت رسول الله اجازت است برای ما. تلاش میکنیم اگر وقت بود انشاءالله پیرامون سوالتان روشنی میاندازیم، اگر وقت بود، فقط به شرطی که اگر وقت بود. تشکر از شما. صحبت دیگری دارین؟ خب میریم سراغ بیننده بعدی. السلام علیکم. بفرمایید بیننده گرامی. بینندگان گرامی بفرمایید. السلام علیکم. سلام علیکم. بیننده گرامی شما وصل هستین، مستقیما صحبت کنین. بفرمایید. صدای شما را داریم. بیننده گرامی خود معرفی بکنین، سوالتان بفرمایید. نه ما سوال ندارم، پنج که بسیار شما را دوست دارم. ما از تاجیکستان هستم. تشکر بیننده گرامی. تشکر از شما. تشکر از لطفتان، از محبت. تشکر از محبتتان. تشکر. سوال دارین؟ خب تشکر از شما بیننده گرامی. تشکر.
تشکر. خب میریم سراغ بیننده بعدی. فقط بیننده ما ابراز احساسات کردن. بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم. بفرمایید شما روی خط هستین بیننده گرامی. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یه سوالی داشتم راجع به موضوع برنامه. بفرمایید خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ علوی از براجان. بفرمایید. بله، سوال اینه که بعضیا خیلی افراط میکنن تو مسئله توحید و بیان صحابه پیغمبر رو مشرک علمداد میکنن. بیننده آقای ابن مالک، البته شما چرا، ما سبحان الله تعجب میکنم که وقتی فرد در این برنامه ما آزاد است، هر کسی میتونه نظر خود مطرح کنه، اما ای که زیر نام فلان و علان و من سوال دارم و من متوجه نمیفهم چی نیستم، این دیگه دغلکاری و فریبکاری و این چیزها البته در شبکه وصال حق جای نداره و ما متوجه هستیم. البته مجرد از این که افراد چون شما بیاین صحبت بکنن، ما میشناسیم که کی هستین و در مورد چی صحبت میکنین. میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. خب میریم سراغ بیننده بعدی، چون فکر کنم بیننده ما قطع شد. دوستای گرامی در اتاق کنترل بینن اگر بیننده بعدی وصل هستن. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. البته بیننده های عزیز و گرامی، فقط میخواستم که در ارتباط و بیننده که قبلا تماس گرفته بودن یک تعلیقی هم داشته باشم، چون این آقا البته چهرهشان شاید به اکثر بیننده ها افشا شده باشه و ای را بشناسن که آقای ابن مالک علاوه بر این که به دین توهین کرده و به صحابه توهین میکنه، به امهات المؤمنین توهین میکنه، آمد رسما بارها به خود بیننده ها هم توهین کرد. و ما کسی که به بیننده ها توهین کنه، کسی که به دین توهین کنه، کسی که التزام به موضوعیت برنامه نداشته باشه، ما نمیتونیم که از او استقبال کنیم و صحبتش دوباره از طریق شبکه پخش کنیم. به این خاطر فقط خواستم بیننده ها متوجه باشن که یا آقای را که ما صحبتش قطع کردیم آقای ابن مالک بود. بفرمایید بیننده بعدی. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی، شما روی خط هستین، بفرمایید. سلام. بفرمایید، وصل هستین. بفرمایید خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ شما خوبید؟ بیننده گرامی بفرمایید. خوبیم الحمدلله. بفرمایید از کجا صحبت میکنین؟ از ازنا. خوبی؟ سلامتی؟ لطف پروردگار. سلام. و علیکم السلام. من از ازنا. خب بفرمایید بیننده گرامی. ازنا من صحبت میکنم. خوبی شما؟ خب مثل که بیننده گرامی ما متوجه نیستن و موضوع برنامه را هم متوجه نیستن. خوبه شما؟ بله خوب هستیم، اما اینقدر دیگه 3-4 بار نه وقت ما را طرف کنین نه وقت خودتون. ما از تمام بیننده های گرامی بارها تقاضا کردیم وقت وصل میشن مستقیما برن روی اصل مطلب، به حاشیه نرن، چون وقت حاشیه میرن هم وقت خودشان طرف میشه هم وقت ما وقت بیننده ها. میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. بفرمایید بیننده گرامی. بیننده گرامی بفرمایید خود معرفی کنید. بیننده گرامی صدایتان قطع وصل میشه. بفرمایید. خب بینندگان عزیز گرامی که صدایشان وصل نمیشه، میشه موقعیتایشان تغییر بدن. بفرمایید بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام، رحمت خدا بر شما استاد گرامی. و علیکم السلام خواهر گرامی، سلام بر شما هم. بفرمایید. بسیار پروگرام جالب است، چون که دین ما دین وسط است. شما بسیار پروگرام خوب را سرکار نمودین. من سوال دارم که همینجا یک دوستم است که دین خدا بسیار راستی انسان بسیار شریف است
دین دوست داره و از ته قلب خود دوست داره، اما بعض وقت میگه که برای علما گپ میزنه. علمایی که شناخته شده علمای خوبی هستن، بسیار علمایی هستن که سخنای درست میگن. میگه که همین علما میگن که چرا همه کار خداوند کردن نمیتونه. بله. من برای شما از عقل زنانه خود که زن پیرام هستم بقدر نمیفهمم، بیسوادم هستم، برش گفتم برادر، گفتم شاید امیر رقم معلم بگویه که یعنی مثلا من امروز دیگ میپزم، نان پخته میکنم، امیر کلی ما میشیم این فامیل نان میخوریم، امیر دیگ چی کار داره؟ آیا امیر دیگ ما پیشقاب کار داره بر خدا آماده است؟ اگر چپه شد یا قسمت نبود او کار الله است. این الله کدی چی کار داره که پیشقاب بیارم نبیارم، در دیگ نان بخورم؟ شاید نمی چیزا را بگویم. من یک امیر برازی بفهمانین که بسیار انسان شریف است، اما نمیفهمم. میگه که علما بسیار علما میگن علمای برجسته نام میگیرن که اما کار الله بلا تعلق نداره. این امیر برش بفهمانین که بسیار سوال است که بسیار نفرا پرسان میکنن. وقتی گرانبهای شما نمیگیرم. تشکر خواهر گرامی. ان شاء الله گرچه خارج از موضوع برنامه است، اما اگر وقت بود ان شاء الله که جناب استاد فاتح در این مورد صحبت خواهد کردن. میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام. لطف پروردگار بفرمایید بیننده گرامی. من در این خبرگزاری افغانستان دیدم یک مسابقه درس کرده این صاحب دستگاه که من نمیدونم شما وظیفه دارین که در این باره روشنگری کنن. متوجه صحبتتان نشدم بیننده گرامی، اگر میشه دوباره صحبتتان تکرار کنین آهسته تر. در این خبرگزاری افغانستان چند تا از خبرگزاری افغانستان دیدم نظاره کردم که یک خبر زده بودن، یک مصاحبه بود با یکی از علمای اهل سنت ایران. بله. این برگشتی گفته بود که شبکه‌های توحیدی شبکه‌های مزدور هستن. یک شبکه‌های نام آورده بود مثال و کلمه و نور، شبکه‌های توحیدی رو نام آورده بود، گفته بود اینها مزدور هستن، اینها شبکه‌هایی که از استکبار تامین میشن. آیا این حرف است که میزنن؟ علما الان زیرخوار شده. بیننده گرامی البته صحبتتان خارج از موضوع برنامه است، اما شما الحمدلله خداوند به هر انسان عقل داده، فکر داده، درک داده. با دیدن این برنامه ها خودش پی میبره که این کسی مزدور کی هست و دلسوز کی هست. این سوالی است که من از خود شما میکنم که شما وقت میبینین همچون برنامه های را، همچون تلویزیون های را، خودتان باید درک بکنین که کسی که در این جمعیه حرف میزنه کی به نفع شما حرف میزنه، کی به نفع دین گپ میزنه و کی علیه دین گپ میزنه و کی به نفع خود میخواد به نفع پروژه ها و طرحهای تخریب گرایانه خود از این سو استفاده کنه. بفرمایید. تشکر از شما. میدونم شما خیرخواه هستین. خب درست است، وقت خیرخواه هستین این جای سوال نداره بیننده گرامی. من خود در این موضوع میدونم که واقعا حق با شما هست، اما یک عده از این علما چرخوار شدن چه در افغانستان چه در ایران. اینو معلوم نیست که خود تصمیم بشه و وقت شبکه توحیدی رو وصل میکنم به شبکه استکباراتی. انشالله باز هم در ارتباط انشالله مطلبتان گرفتیم صحبت خواهد شد. تشکر از شما بیننده گرامی. میریم سراغ بیننده بعدی. بیننده های گرامی توجه کنید موضوعیت برنامه را رعایت کنید، چون اغلب بیننده ها که وقت صحبت میکنن خارج از موضوع برنامه صحبت هایشان است. خارج از موضوع برنامه میتونید شما، ما برنامه های مختلف داریم، شما در برنامه های مختلفی که اگر صحبت شما ارتباط داشت با موضوع برنامه صحبتتان مطرح کنین. بفرمایید بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم آقای پاسپورت. بفرمایید بیننده گرامی. فقط میخواستم سلام واقعا انصاری برسونم. بگید آقای از روی کانال رفتن اصلا اینجا کیفیت نداره، اصلا برفاق اصلا ما نمیبینیم چی. نفهمیدم. خواهشان از روی وقتی کانال جدید آمده اصلا ما هیچ اصلا نمیبینیم و پارادیس داره اصلا نمیبینیم. انشالله بیننده گرامی. بله بیننده گرامی، شما میفهمین که دشمن ها همیشه رست میکنن و تا به شنیدن سخن حق ندارن، پارازیت پخش میکنن. اما انشالله صحبت شما، این موضوعی که شما
مطرح کردین موضوعی که شما دیده نمیتونین این کانال با مسئولین کانال در میان میگذاریم و انشالله که مشکل برطرف شود. خیلی ممنون از شما. ما منتظر چایباد و استاد مرز در پولستان زنگ میزنم. تشکر. خیلی شما تلفن شما خونده نمیشه با خدا. خب گفتیم انشالله که مشکل حل کنیم. خب میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم استاد، وقت بخیر. شب شما هم بخیر. بفرمایید بیننده گرامی. ولی سوالی که از استاد فاتح داشتم اینه که آیا دست دادن مرد بیننده گرامی بخشین خود معرفی نکردین که از کجا صحبت میکنین؟ مصطفی هستم، از ایران تماس میگیرم. بفرمایید آقا مصطفی. بله، دست دادن زن با مرد آیا این هم بی‌حجابی حساب میشه؟ مرد میتونه به زن دست بده و اگر دست بده مرد فاسق میشه، گناه کرده؟ تشکر آقا مصطفی، مطلبتان گرفته شد. تشکر از شما. بفرمایید بیننده بعدی. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اخی کریم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادر گرامی. بفرمایید. من منیر هستم، از هلند صحبت میکنم. بفرمایید آقا منیر عزیز. بسیاری از برادران ما فکر میکنه که شبکه‌های توحیدی که است این به خاطر است که شما از سعودی عربی ماش میگیرین یا پول میگیرین یا از دیگه کشورها ماش میگیرین. برایشون گفته شده که اگر ما میگیریم از دیگه کشورها برایش بیدار شدن مردم است که مردم از مزدورگری دیگه مردم خلاص شود، بنده الله شود، تنها الله را صدا بزنه و الله را یاد کنه. ما در افغانستان ما از بسیار 95% مردم افغانستان اصلا از دین نمیفهم. وقتی بهش میگه حنیفیستم، اصلا با ابو حنیفه را نمیشناسه که ابو حنیفه کی است. میگه شما امام البانی را میگیرین فلان میگیرین یا کسایی است که نو پیدا شده. میگم نه، این کسایی هستند که از خود چیز نمیگن، فقط حدیث‌های صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه شما هنی رنگ نماز بخوانید و هنی رنگ دین بگیرین، از این طریق بگیرین، از ملا و وضو نگیرین. بسیار مردم و شما فکر میکنه که ما فقط مردم دعوت میکنیم که یک دین نو برشون میگیم. نه، میگم ای مردم ما باید الله را گوش کنیم و رسول الله صلی الله علیه و سلم گوش کنیم امرش که چیزی که رسول ما گفته. اگر ما این کارا رو کنیم امروز جهان بخی یک بدره یک چی شده، یک کارخانه ور شده که هر کی میخوان که به کارخانه خود دعوت کنن. میگم بیا که در کارخانه الله بریم چنگ بزنیم، نه در کارخانه دیگران. دیگه الله ما و شما را کل ما را برای حق هدایت کنه و شما را الله جنت فردوس نصیب کنه که تمام شبکه‌های توحیدی را ان شاء الله الله پیرو در راه الله کار کنیم، هیچ وقت نمیبازیم ان شاء الله. همیشه میبریم. تشکر آقا منیر گرامی. تشکر از شما. جنت فردوس نصیب کل ما و شما کنه. آمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آمین. سلامت باشین. خب آخرین بیننده را میگیریم چون وقت ما بیشتر از 16 دقیقه نمونده. به عنوان آخرین بیننده. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. بله السلام علیکم جناب سقل. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بیننده گرامی، از کجا صحبت میکنید؟ از افغانستان صحبت میکنم، از ولایت قلمه. بفرمایید برادر گرامی. برادر گرامی، سوال ما است که آن کسانی که به خاطر احیای خلافت اسلامی مبارزه میکنند آیا افراطی ها هستند یا مسلمان های واقعی؟ تشکر از شما. تشکر بیننده. تشکر. خب جناب استاد فاتح گرامی، برمیگردیم به استودیو. فکر کنم که اگر ابتدا چون اکثر بیننده سوالاتشون مرتبط به برنامه نبود، اگر من ابتدا سوال کردم که عده‌ای از بیننده ها هنوز هم متوجه نیستن که چون شما گفتین که افراط هست، امروز ما افراط هست و افراطی هم داریم. بس به خاطر از اینکه فرد که در جامعه اسلامی زندگی میکنه بالاخره مسلمان است، متوجه شود که چه کسی افراطی است چون از او برحذر خود داره. برخی از نشانه ها و ویژگی های افراد افراطی و خود منهج افراطیت اگر اشاره بفرمایید. حقیقتا جناب استاد کسی که نمایندگی از طرف اسلام بکنه و واقعا به طرف اسلام فهمی از اسلام داشته باشه
و منهجش را منهج اسلامی و منهج قرآنی و سنت نبوی قرار بده، انسان نمیتونه افراطی باشه. انسان افراطی شده نمیتونه. این اولین علامه ای که حقیقتا یک فرد افراطی میشه یا نمیشه. اما افراطی کسیه که از منهج قرآن و سنت عدول میکنه، از منهج قرآن و سنت زیاده روی میکنه، تجاوز میکنه. این فرد میشه افراطی. این فرد میشه افراطی. مثل که ما برخی از مسائل های را گفتیم که الله سبحانه و تعالی در مسائل مختلف میگه این کارو بکنین، این کارو نکنین. با عنوان مثال آنچه که امروز جناب استاد امت اسلامی حقیقتا میشه گفت که از آن رنج میبره و بسیار خطرناک و وحشتناک، در بحث ولا و براست. ما متاسفانه در این باب هم افراط داریم و هم تفرید داریم تا اینکه انسان‌های افراطی را درست بشناسیم. در باب ولا و برا یکی از مسائل مهمیه که اسلام عزیز به آن توجه کرده که ما با کفار و با کسانی که با ما در ستیزن، با کسانی که با ما دشمنی میکنن، با کسانی که مانع دعوت اسلامی و صد راه الله میشن، ما با اینها باید برا داشته باشیم. یعنی به این معنا که از اینها بیزاری داشته باشیم. و این بیزاری به این معناست که جناب استاد وقتی ما میگین برا یا بیزاری جستن از کفر و از شرک، به این معنا نیست که حالا اگر کافر ما ذمی هم باشه، همسایه ما هم باشه، به دین ما کار نداشته باشه، حالا چون کافره حالا بحث افراط رو من میگم، چون کافره یعنی باید کشته بشه. این یک دیدگاه غلطه. ما باید بفهمیم فرق در میان کفار، بفهمیم که کدام کافر حربیه، کدام کافر با ما در جنگه، کدام کافر با ما در ستیزه، با کدام یکی باید جنگیده بشه، با کدام یکی باید نیکی بشه. حتی جناب استاد عجیب بر اینه که یک همسایه‌ای که غیر مسلمان باشه، یک همسایه‌ای که غیر مسلمان باشه از نظر اسلامی حق همسایگی را داره. درسته که حق اسلامی را و حق اخوت اسلامی را نداره، ولی حق همسایگی را داره که انسان باید با او حق همسایگی را مراعات بکنه. ولی برخی آمدن در این باب، یعنی در باب براءت و در باب براء یا بیزاری جستن از مشرکین و کفار، همه را در یک ردیف قرار دادن بدون اینکه فکر بکنن که کدام کافر باید واقعا با او شدید بود و کدام کافر را باید اینقدر شدید با او نبود. درسته از دین او بیزاریم، ولی فرد خودش حالا نه به دین شما کار داره، نه به اسلام ما کار داره، نه به قرآن ما کار داره، نه به پیامبر ما توهین میکنه. این مسائل هیچ کدام نیست. همسایه شماست، در پهلوی شما زندگی میکنه و حق همسایگی را به گردن شما داره. ولی در برابر اینها که آمدن افراط کردن، همه کفار را به یک ردیف فکر میکنن، همه یهود و نصارا را به یک فکر میکنن. حالا جناب استاد من این حرف بگم که کفار حربی، اینهایی که بر کشورهای اسلامی حمله میکنن، کشورهای اسلامی را استعمار میکنن، اینهایی که اشغال میکنن، یا اینهایی که به فرهنگ مسلمان ها دست درازی میکنن، به پیامبر مسلمان ها توهین میکنن، به قرآن توهین میکنن، بحث اینها جداست. حرف من اینها نیستند. اینها باید براءت به اینها باشه. اینها باید براءت به اونها باشه. قرآن صراحتا میگه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتولهم منکم فانه منهم. الله میگه ای مؤمنین شما با اینها دوستی نکنید، اینها را با عنوان اولیای خود قرار ندید، با عنوان سرپرست اینها را قبول نکنید، این استعمارگرها را با عنوان سرپرستهای خود قبول نکنید. بلکه الله چی میگه و من یتولهم منکم فانه منهم. هر کس اینها را به دوستی بگیره و ولایت بگیره، اون هم از اونهاست، این هم از اونهاست. به هر صورت جناب استاد آنچه که در برابر اینها گفتیم که گروه دیگر میان که باز تفریط میکنن، یعنی میگه یهودی، نصرانی، مسلمان، یا به تعبیر امروزی پلورالیسم دینی، یعنی تکثرگرای دینی، هر کس به هر دینی که هست بر حق، نعوذ بالله. یا به تعبیر دیگر میگه هر کس میتونه که از الله و از دین قرائت داشته باشه برای خودش یا برداشت داشته باشه برای خودش. این حقیقتا تضاد با قرآنه و اون هم تضاد با قرآنه، چون قرآن کریم آمده تفصیل داده، سنت رسول الله علیه السلام آمده تفصیل داده برخی از مسائل را در باب ولا و برا و از این قبیل چیزها. پس بنابراین جناب استاد در این باب یعنی افراطی کسی است که از حدی که شریعت تعیین کرده از آن حد پا فراتر میگذاره. یعنی چیزی را که اسلام نگفته یا چیزی که اسلام آمده با آن اصول و ضوابط و شرایط را بیان کرده، این فرد بدون اینکه شروط و ضوابط را مراعات بکنه وارد عمل میشه.
و این مشکل ساز شده در کل متاسفانه بگین، یا مثلا در باب جهاد، حتی در باب جهاد متاسفانه احیانا میبینین که افراط میشه در برخی از مسائل. مثلا با برخوردت با دشمن، اسلام آمده یک سری ضوابط و یک سری شرایطی را تعیین کرده که انسان باید این ضوابط و شرایطی که اسلام آمده و آدابی را که اسلام آمده یا حتی واجباتی را که اسلام آمده در باب جهاد و در باب قتال با مشرکین و با کفار و با کسانی که حتی با شما در ستیزن، با اونها بیان کرده که باید یک فرد مسلمان این موضوعات را بفهمه. پس بنان افراطی جناب استاد کسی نیست که به دینش عمل بکنه. افراطی کسی نیست که به دینش عمل بکنه، بلکه افراطی کسی است که دین را آنگونه‌ای که هست نفهمیده. یعنی از مسئله‌ای که الله سبحانه و تعالی و از موضوعی که الله و پیامبر مطرح کردن غیر از آن چیز دیگری فهمیده، این انسان افراطی میشه. به همین واسطه جناب استاد برخی از این افراد که واقعا میگن که اینها از دین نمیفهمن و آگاهی درستی از اسلام ندارن، متاسفانه برخی دیگر را در برابر مسلمان ها قرار داده، برخی حتی از فرزندان مسلمان در برابر مسلمان ها قرار داده که میگه که به عنوان مثال حجاب هم افراطه، نعوذ بالله. این چون افراط را نفهمیده، نه این افراط را فهمیده و نه این افراط را فهمیده، هیچ کدام اینها آیه و کذالک جعلناکم امة وسطا را نفهمیدن. این که میگه یهود و نصارا و مسلمان در میان اینها هیچ فرقی نیست، این هم آیه قرآن را نفهمیده و اسلام را درست درک نکرده، و اونی هم که از حد تجاوز میکنه اسلام را درست درک نکرده و نفهمیده. و الا این که اگر هر دو اینها درست اسلام را درک میکردن این حرفا را نمیزدن. به عنوان مثال میگه احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم یا مساجد به عنوان مثال، اینها جاهایی است که افراط را به وجود میاره. این دقیقاً همان دعوتی است و همان حرفی است که جناب استاد در طول تاریخ بر علیه مسلمان ها از جانب یهودی ها و نصرانی ها و دشمنان اسلام گفته شده. اما امروز ما از حنجره برخی از فرزندان اسلام این حرف را میشنویم. چرا میشنویم این حرف را؟ چون این درست اسلام را نفهمیده. مشکل این بیچاره در این است که اسلام را نفهمیده و فکر میکنه که این در جایی که صحبت میکنه فکر میکنه مخاطبینش همه مثل خودش یک آدمهایی هستن که هیچی نمیفهمن، یعنی فقط هر چی که بگه میگن بله والله تو راست میگی. چرا این حرفها گفته میشه؟ از حنجره بعضی از اینها خارج میشه به خاطر اینکه با بادارانشان، با کسانی که امروز باداری میکنن بر سر آنها، چیکار بکنه؟ اونها را راضی بکنه، بر باداران خود موافقت بکنه. و الا اینکه هدف دیگر جناب استاد وجود نداره که یک فرد بیای بگه که نعوذ بالله قرآن کریم کتاب افراطیه. یک مسلمان این حرف را نمیزنه. یا بیای بگه احادیث پیامبر افراطی هست. اینها را حتی جناب استاد عجیبه، برخی از مسائلی که امروز در برخی از کشورها اتفاق میفته، این را جناب استاد حقیقتا واقعیتیه. در برخی از کشورهای اسلامی به خاطر اینکه جلو مردم را بگیرند تا مردم سر در برابر استعمار پایین بیارند و خاموش بشن در برابر ظلم و جنایتی که امروز در جهان بر علیه مسلمان ها صورت میگیره و زبانشان را ببندند و همهشان سرخم بکنند در برابر دیکتاتوری که به نام دموکراسی میگن، این حقیقتا یک ادعا آمدن میگن شما بیاین سوره توبه و سوره انفال را در قرآن کریم نعوذ بالله حذف کنین، یا میگه آیاتی که درباره جهاد اینها را حذف کنین، یا مثلا میگه که این آیات و این سوره ها نباید برای جوان ها تدریس بشه چون اینها افراط به وجود میاره. چون آیه سوره خب اینو استدلال میکنه. برخی حتی اگر این شبهه هم استاد اگر میشه در این برنامه جواب بدین، وقتی در آیه 123 سوره توبه شما ذکر کردین، اما آیه که قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه، اینا از کلمه غلظه بسیار زیاد چیز دارن، هراس دارن که ایست که افراطیت در بین جوان ها و در بین مسلمان ها ترویج میده. جناب استاد شما اگر واقعا اولا این آیه قرآن کریم، اینها بحث قتال و بحث قتل را تا حالا نفهمیدن. بحث قتال بحث جنگیدنه، بحث کشتن نیه. اینها فکر میکنن به هر جایی که قاف و تا و لام آمد یعنی بکش. اینها چون این فکر میکنن و این برداشت ضعیف اینها از قرآن کریم و برداشت ضعیف اینها از لغت عرب و از لغت قرآن کریمه که اینها نمیفهمن. حتی در میان قتل و قتال تا حالا اینها نفهمیدن، تفکیک نکردن که قتل چیست قتال چیست. اما جناب استاد
وقتی که الله سبحانه و تعالی میگه در باب خیانتکارها و در باب کسانی که صد راه میشن در برابر مسلمان ها و اجازه نمیدن که دعوت اسلامی گسترش بیابه و این دوایی که الله متعال فرستاده برای عموم مریض ها برسه، نمیگذارن این کارو بکنن، الله سبحانه و تعالی قانون گذاشته که باید بر علیه اینها جنگید تا راه را باز کنن، یا اینها را برای مسلمان ها کاری نگیرن، به دین مسلمان ها کار نداشته باشن، به فرهنگ مسلمان ها کاری نداشته باشن. بعد به خاطر این که جناب استاد اگر به عنوان مثال این آیات در قرآن کریم نباشه، یک قانون اسلام برای جلوگیری از فتنگری فتنگران نداشته باشه، شما چی فکر میکنین این جامعه واقعا میتونه یک جامعه خوشبختی باشه؟ یک مسلمان فقط بنشینه به سرش ظلم بشه، حالا یک مسلمان نه، یک انسان. آیا جناب استاد امروز همین کسانی که این حرفا رو میزنن، باداران اینها، مثلا آمریکا، انگلیس، روسیه، ایران، هر کدام از اینها آیا برای شما اجازه میدن که حمله کنین به کشور آنها؟ یک لشکر تشکیل بدین، حمله کنین به کشور آنها و بگین شما باید زیر چتر ما باشین، به شما اجازه میدن این کارا؟ در برابر شما میجنگن یا نه؟ حتما. یعنی آرام مینشینن میگن بفرمایین. حالا مسلمان همین کار را میکنه، از خود دفاع میکنه. حالا اون کسانی که در این باب افراط کردن اونها را نمیگم جناب استاد، یک مسلمان از خود دفاع میکنه، واقعا در راه الله میجنگه، از ناموس خود دفاع میکنه، از مال خود دفاع میکنه، از کشوری که داره دفاع میکنه، از حدود و از مرزهای اسلامی دفاع میکنه، به این میگن افراطی. ولی اونی که میای میکشه، اونی که میای میزنه، اونی که میای استعمار میکنه، اونی که میای مسلمان ها را در به در و خاک به سر میکنه و انسانیت را به تباهی میکشانه و بم به سر آنها میریزانه و از زمین و آسمان آنها را میکشه و میزنه و آتش میزنه، کسی به این نمیگه افراطی؟ مثل که امروز ائتلاف نامقدس ایران، روسیه، سوریه و حزب الله، حتی آمریکا در موصل و در حلب بر سر مسلمان ها چه روز تاریکی را نیاوردن. اینها میگن شما آرام بنشینین، ما هر چی که دلمون خواست برای شما برنامه ریزی میکنید، برای شما برنامه میریزین، برایتان قانون میگذارین، نظام کفری دموکراسی برای شما تطبیق میدین، شما را میارین انسانهای خوبی میسازین که در هر باب خلاص شما هم مثل ما باشین، فرقی در میان ما و شما نباشه. علت چیه؟ علت این که شما ساکت باشید، به دین خود عمل نکنید، به فرهنگ خود عمل نکنید، همه را پشت پا بزنید، شما همه‌تان بشوید مثل ما. خب در این باب جناب استاد اصلا اگر مسئله اسلام هم نباشه، یک انسان باید از خود دفاع بکنه و این دفاع را امروز به چی نام گذاشتن؟ به نام افراطیت. افراط میگه اینها افراط میکنن. چرا افراط میکنن؟ آیات جهاد نباید در قرآن باشه، نعوذ بالله. میگه اینها افراط رو به وجود میاره. خب خیلی خوب، شما هم برخی از قوانینی که دارید، برخی از ماده هایی که در قوانین کشورهای خود دارید حذف کنید. قوانینی که مثلا کشتن محارب، مثلا قوانینی که شما در ابواب مختلف داخل کردید که اگه کسی امنیت شما را، امنیت ملی کشور شما برهم بزنه، به او کار نگیرید، بگذارید هر کس هر چی دلش میخواه انجام بده. جناب استاد دین اسلام دینیه که همه مراحل زندگی و همه ابعاد زندگی انسان در بر میگیره. یعنی تنها در باب عبادات نیست، در این ابواب هم برنامه داره و قانون داره برای اینکه جامعه اسلامی برهم نریزه. پس بنابراین جناب استاد یکی از علائمی که انسان‌های افراطی دارن اینه که افراط مثلا در میان مسلمان ها را میگم، اینها کسانی هستند که بر قانونی که الله متعال گذاشته و بر دستوری که الله متعال داده راضی نیستند، بلکه از این حد تجاوز میکنن. بنابراین اینها چی میشن افراطی. اما اگر کسی به آیات قرآن کریم و به سنت پیامبر علیه السلام عمل میکنه و به دین خود عمل میکنه، به هیچ عنوان نمیتونه افراطی باشه. این فرد را ما افراطی نمیگیم، بلکه این فرد را میگیم معتدل. ما انسان‌های سیکولار، انسان‌های بدبخت، انسان‌هایی که به هر حال به پلورالیسم عقیده دارن، میگن هیچ فرقی در میان ادیان نیست، ما والله راه وسط در میان میگیریم. نه، این راه وسط نیست، این عین تفریطه، عین سهلنگاری اینهاست و عین نافهمی آنها و جهالت آنها از دین و از قرآن و از اسلام. یک فرد مسلمان زمان معتدل میشه جناب استاد. ما در باب اسلام و مسلمان ها صحبت میکنیم. یک فرد مسلمان زمان معتدل هست و زمان افراطی نیست که به دینش عمل کنه، و اگر به دینش عمل کرد و فهم درستی از دین داشت، بر اساس آن فهم درست به دینش عمل کرد، این فرد را به هیچ عنوان نمیتوانیم بگیم افراطی. و اگر این فرد را متهم به افراط کنیم، در حقیقت طعن در دین و در اسلام و در قرآن وارد کردیم. تشکر استاد فاتح گرامی. البته وقت ما تقریبا کمتر از 1 دقیقه باقی مانده و
سوالات بینندای عزیز. البته سوال آقا مصطفی و سوال برادر عزیزی که از افغانستان کردن در لابلای صحبت شما روشن شد و واضح شد که چون وقت شما از احکام شریعت، از عمل به احکام شریعت بحث کردین، مباحثی که اینا مطرح کردن همیش در چارچوب عمل به شریعت اسلامی داخل میشه. یعنی اما اگر سوالی که خواهر ما کردن جناب استاد فاتح اگر وقت دارین متوجه شدین، اگر سوال که خدا خواهر گرامی گفتن که یک در باب قضا و قدر بود، یک برادر استا خیلی بدین منهج اهل سنت و جماعت جناب استاد در باب منهج اهل سنت و جماعت در باب قضا و قدر این رقم نیه که مسئله جبری باشه. مسئله جبری باشه، ما این رقم معتقد نیستیم که بنده اصلا از خود اختیار نداره و به این هم معتقد نیستیم که اختیار تام داشته باشه، بلکه میگین الله سبحانه و تعالی آنچی را که انسان انجام میده در لوح محفوظ نوشته و این به معنای جبر نیست. جناب استاد یک مسئله وصفی، یک مسئله امر و دستور است. وقتی الله متعال میگه که به عنوان مثال در لوح محفوظ نوشته که جناب استاد سیغل این کار را انجام میده، سیغل صاحب این کار را انجام میده، نمیگه که سیغل صاحب این کار را انجام بده. این فرق جناب استاد. ما فرقی که منهج اهل سنت از آیات قرآن کریم و از مجموع روایات و احادیث پیامبر علیه السلام و منهج علمای بزرگوار اهل اسلام برای ما برمیآید اینه که الله سبحانه و تعالی در لوح محفوظ به صورت امر و دستور ننوشته که ما الله را متهم بکنیم که الله گفته این کار انجام بدی، حالا من چی گناه دارم باید انجام بدم. متوجه شدین؟ یک بحث عقیدتی است، یک بحث است که به هر حال فقط همین قدر میگم که به صورت وصف واقعا بحث گسترده است. بله و امیدوار هستیم که از بحثی که امروز مطرح شد بیننده های عزیز و گرامی ما مستفید شده باشند که بحث افراط و افراطیت بود که افراط چیست و افراطیت کیست. جناب استاد فاتح البته در پرتو آیات قرآنی و احادیث نبوی این موضوع را به شرح گرفتن و خلاصه قول میشه ای باشه که هیچ مسلمانی که ملتزم به احکام شریعت است و عین دستورات الهی و سنت نبوی را اجرا میکنه، این را نمیشه که ما به این بگیم که افراطی است. این عین میانه روی و عین وسطیت و عین عدالت است. هر کسی که پا فراتر میگذاره از دین اسلام و یا کوتاهی میکنه به اونها ما میتونیم که افراطی و تفریطی بگیم. اما کسی که به دستورات الله جل جلاله و به دستورات سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل میکنه او عین انسان معتدل و عین انسان میانه رو است و عین وسطیت را اختیار کرده و انشاءالله تا برنامه آینده و دیدار دیگر همه شما را به پناه الله یکتای بی همتا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.